سلام و ارادت خدمت همه دوستان. بنا بود توی یه ویدیو تمام تاییدیه هایی که لازم داریم تا بتونیم ورود بکنیم به معامله رو توضیح بدیم. خب الان ما محدوده های قیمتی که احتمال میدیم توی اون سفارشات خلاف جهت هست و مشخص کردیم. حالا ما این تحلیل رو توی کانال میذاریم با اعداد مربوط بهش و عکسی که مربوط به حالا اون مناطق هست، مثل همین موردی که الان میبینید. خب این محدوده های آبی رنگ بالا و پایین قیمت جاهایی که ما احتمال دادیم که تجمع سفارشات، مثال توی این قسمت تجمع سفارشات خریده و در قسمت بالاتر تجمع سفارشات فروشه. حالا حتما هم این تحلیلی که شده رو توی کانال ببینید ما قبل از این که بیاد چقدر زیبا قیمت به محدوده‌ای که مشخص شده واکنش نشون داده. خب بریم سراغ بحث خودم. خب ما حالا این تحلیل رو داریم، محدوده هایی که حس میکنیم قیمت اونجا واکنش نشون میده یا سفارشات خلاف جهت وجود داره رو داریم میبینیم. اما خب این کافی نیست، ممکنه به هر دلیلی قیمت به این محدوده ها، به این سطوح برسه بدون اعتنا به اونا به حرکتش ادامه بده، اصطلاحاً بشکنه اون سطوحو. پس صرف دونستن این دلیل بر ورود یا پوزیشن گرفتن نمیشه. حالا میایم این قسمت، الان تایم فریممون 1 ساعته است. اینجا قیمت توی 1985 تقریبا یه واکنش داده و حرکت خودش رو به بالا رو شروع کرده. در نظر داشته باشید ما 4 تا فاکتور مهم داریم که زمانی که قیمت به محدوده هامون میرسه باید دنبالش بگردیم، ببینیم این فاکتورها رو میبینیم. و در کل یه چیزی رو من حالا خیلی ساده و راحت بگم، هدف از همه این حالا فاکتورها، گاهن کسی حالا اندیکاتوری معرفی میکنه، هر چیزی، هدف باید این باشه که ما وقتی قیمت میرسه به محدوده مد نظرمون از اونجا به بعد دیگه میلی به ادامه حرکت نبینیم. این یعنی چی؟ یعنی توی رفتار قیمت که با کندل ها نشون داده میشه ما هیچ رغبتی به این که ادامه پیدا بکنه، یعنی معامله گرا بخوان قیمت رو پایین تر ببرن نبینیم. باید اصطلاحاً نشونه های ضعف توی حرکت قیمت مشخص بشه، بعد بیایم نشونه های حرکت خلاف جهت رو ببینیم، یعنی ورود معامله گرایی که میخوان حالا قیمت رو ببرن بالا، به نظرشون خیلی پایین، ارزون اصطلاحاً، حالا مناسب اینه که یک مقداری ببریمش بالاتر به هر دلیلی، چون این قیمت ها با حرکت و ورود معامله گرای سازمانی و بزرگ تغییر میکنه دیم. سایر معامله گرا و معامله گرای خرد مثل ما سعی میکنیم پشت دستشون بازی بکنیم به هر دلیلی، به هر منطقی. اینجا الان حالا توی همه عکس خودمون تصویری که داریم دیدن که قیمت از اون حدی که نیاز دارن پایین تره، شروع کردن به بالا آوردن قیمت، خرید کردن، کاملا هم که حرکتش مشخص. خب میایم اینجا قیمت رسیده به محدودمون. یه نکته دیگه قبل این که من توضیح بدم اینه که قیمت میتونه مثل همین محدوده بیاد با یه شادو، با یه سایه
اصطلاحاً تاچ بکنه و برگرده، میتونه نه بیاد داخل محدوده، چون اینا حدودی هست. یعنی واقعیت اینه که یه خطای $1 باید در نظر داشت براش. میتونه بیاد داخل محدودمون، مثال الان اینجا 1984 تا 79 تقریبا میشه $5. میتونه بیاد داخل این محدوده هم بچرخه، فرقی نمیکنه، یا حتی یک مقدار قد $1 پایین محدوده رو هم ببینه. خب حالا الان قیمت رسیده نزدیک محدوده ما شروع میکنیم از این قیمت ها، یعنی از این سطح شروع میکنیم به این که ببینیم خب حالا به چه شکل اوضاع بازار، میخواد حرکت سنگینتری رو به پایین داشته باشه یا نه دیگه داره کم کم ضعیف میشه. تایم فریم 4 ساعته خب خوبه میبینیم، اما زمان میبره، خیلی طول میکشه که تا ما یه حرکت رو ببینیم، اون ضعف رو بشناسیم، بعد بخوایم ورود بکنیم. میتونیم همین رو بیایم توی تایم فریم های پایین تر با دقت بیشتر بررسی بکنیم. مثال میم تو 15 دقیقه نگاه، یعنی الان دقت بکنید به این شکل شد، میبینیم قیمت نزدیک محدودمون شده، میایم از تایم فریم 15 دقیقه شروع میکنیم به نگاه کردن. خب اینجا چی میبینیم؟ حرکتی که جونی نداره، اصطلاحاً رنج، نه قیمت آنچنان بالا. ما اصلا میگم توی این مدل تحلیل کاری نداریم حالا چه ساعت از بازار، کدوم بازار بازه، کدوم بسته است. ذهنمون رو در ابتدای کار درگیر این موضوعات نمیکنیم، چون صرفا میخوایم پوزیشن بگیریم. یعنی دوستانی که میخوان کار بکنن صرفا میخوان پوزیشن بگیریم. خب اینجا رنجه، حالا یه مقدار حرکت سنگین‌تر هست، یه مقدار بالا یه مقدار پایین، پس دیگه قدرتی دیده نمیشه توی بازار. به اون صورت میایم اندیکاتور RSI رو میذاریم روی چارتمون، تنظیماتش رو هم من به شما نشون بدم. هیچ چیز خاصی نداره، فقط اون دوره و پریودش رو روی 8 بذارید، خیلی بهتر عمل میکنه به نظر من. میایم توی اندیکاتور RSI دنبال واگرایی منفی میگردیم. خب حالا این موجهای قبلی، یعنی یه مقدار بالا یه مقدار پایین، نگاه میکنیم. خب قله، یعنی دره قبلی اینجا، همین این خدچین پایین نشون میده، این دره اینجا چشمی هم معلومه کامل دیگه، این دره رو به پایینه، داره نزول رو نشون میده، هرچند ضعیف. بذار من یه خط بکشم که واضح این چیه، بکش کنم واضح تر معلوم بشه. اینجا به این شکل میبینیم داره حرکت نزولی رو نشون میده، اما توی RSI نه، داره حرکت صعودی رو نشون میده. خب این یه تاییدیه برای ما میشه، میگه که یه خبرایی هست اینجا، خیلی دیگه قدرت با حتی عقبترش هم نگاه بکنیم هستا. اینجا میبینید زرمین یه مقدار اینجا قیمت تو محدوده اشباع فروش هست به این شکل.
اینجا هم باز ما واگرایی داریم، اما خب با واگرایی که صرفا ورود نمی‌کنه. این به ما میگه که خب یه خبری هست اینجا، یه عدم تعادلی دیده میشه توی بازار. حالا ما میان توی تایم پایین‌تر، توی 5 دقیقه هم اون محدوده‌ای که دیگه اون سطحی که نزدیک به محدوده ما هست رو دوباره بررسی میکنیم. خب اینجا هم همون رو میبینیم، یعنی تو تایم پایین‌تر هم تایید میکنه. اینجا نزولی قیمت، میایم با موج خودش، اینجا سودیه، خیلی ساده. حالا یا تایم فریم شما از 1 دقیقه شروع بکنین بیاین بالا، یا از بالا بریم پایین، فرقی نمیکنه، ولی هرچی واگرا